درود. Wechselpräpositionen im Dativ، حروف اضافه متغیر در حالت مفعول غیر مستقیم، بازگفتار معنی در زمان حال کامل یا ماضی نقلی. در اینجا مروری داریم بر درس 33 و 34 که البته تمرکز بر درس 33 هست. برای معنی و ترجمه بهتر از آلمانی به فارسی در حالت داتیو زمان حال کامل یا ماضی نقلی به کار میبریم. Im Mund hat sie einen Lolli. او در دهان یک آب نبات دارد. اینجا یک استثناست که از همون فعل داشتن در زمان حال استفاده میکنیم. و اینجا در مقابل داریم Der Lolli fällt in die Tasche. آب نبات به داخل کیف می افتد یا در حال افتادن به داخل کیف است. هر دو درسته. این در حال انجام شدن هست. عمل افتادن در حال انجام شدن. به این معنی که هنوز به موقعیتی پایدار نرسیده. برمیگردیم به سمت چپ. داتیف. An der Tasche sitzt ein Schmetterling. در سطح جانبی کیف یک پروانه نشسته است. نشسته است فعلی هست در زمان حال کامل یا ماضی نقلی، کاری که در گذشته انجام شده و تا حال ادامه داره. به این معنی که نتیجه آن تا حال ادامه دارد و در یک حالت ایستا و پایدار باقی مانده است. و در قسمت سمت راست آکوزاتیف Der Schmetterling fliegt an den Baum. پروانه به سمت وجه جانبی درخت پرواز میکنه یا در حال پرواز کردن هست. مثال بعد در سمت داتیف داریم Sie trägt auf dem Kopf einen Hut. او بر سر کلاهی گذاشته است. Vor ihr sitzt ein Häschen. جلویش یک خرگوش کوچک نشسته است. Hinter ihr steht ein Löwe. پشت سرش شیری ایستاده است. Über ihr fliegt ein Vogel. بالایش یا در بالای سرش یک پرنده در پرواز است. درسته که در اینجا پرنده در حال پرواز کردنه، اما در معنی جمله مکان پرواز مهمه. مکان پرواز بالای سرش است. Unter ihren Füßen ist grünes Gras. که اینجا هم مثل حالت اول که اونجا هابن داشتیم، اینجا هم زاین داریم. در معنی زمان حال ساده به کار میبریم. زیر پاهایش علف سبز هست یا وجود دارد. Neben dem Mädchen steht eine Tasche. نزدیک یا کنار دختر بچه یک کیف قرار دارد که اینجا شتهن اون هم در رده افعال زاین و هابن اینجا قرار میگیره که میتونیم اون رو در حالت حال ساده به کار ببریم در اینجا. Sie steht zwischen zwei Bäumen. او بین دو درخت ایستاده است که اینجا درست برعکس جمله قبل باید در زمان حال کامل یا ماضی نقلی استفاده بکنیم. میریم قسمت سمت راست، حالت آکوزاتیف. ادامه مطلب. Der Löwe springt auf den Boden.
شیر بر روی زمین میپرد یا میجهد. از این حالت این معنی فهمیده میشه که شیر در جایی بوده و بعد بر روی زمین میجهد یا میپرد. اما اگر شیر از اول روی زمین بوده و روی این زمین جست و خیز میکرده، بالا و پایین میپریده، ما میتونستیم اینجا در حالت داتیف بگیم Der Löwe springt auf dem Boden. یعنی مکانی که شیر میپریده زمین بوده، همونجا جست و خیز میکرده. اونجا میشده در حالت داتیف. دو مثال بعدی نیازی به توضیح نداره، قبلا در موردش صحبت شد. Der Vogel fliegt über den Baum. پرنده به بالای درخت پرواز میکنه. این یعنی این که پرنده قبلا جای دیگری بوده و الان در حال رفتن به بالای درخته. دو مثال بعد نیازی به توضیح نداره و مثال آخر Der Löwe springt zwischen die Bäume. شیر میپره بین دو درخت. این یعنی این که شیر قبلا بین دو درخت نبوده، اون برتر بوده و بعد یک دفعه با یک جست میپره بین دو درخت. اما اگر شیر بین دو درخت در حال جهیدن و پریدن باشه، در این حالت میشه از حالت داتیف استفاده کرد. در اون حالت میشه گفت Der Löwe springt zwischen den Bäumen. این توضیح رو اینجا به پایان میرسونم. خواهش میکنم در مورد این اختلاف بین داتیف و آکوزاتیو فکر کنید و بیشتر تمرین کنید. بدرود.